خب میخوایم با هم یک نکته رو راجع به تکنیک تریل بررسی بکنیم. تریل یکی از سخت‌ترین یا شاید بشه گفت سخت‌ترین تکنیک در موسیقی ایرانی. خیلی دیر جواب میده. نکته غیر قابل فهمی نداره. درکش راحته ولی اجرایی کردنش با کیفیت مطلوب یه ذره زمان بره. برای تمرین تریل بهتره که اول مرحله به مرحله اون رو بسازیم. یعنی بیایم اول فرض بکنیم مثلا یک فیگوری دارم به این صورت: دو سی لا سول لا سول فا سول. یه فیگور خیلی ساده است. دو سی لا سول لا سول فا سول. حالا همون قسمت اولش رو در نظر بگیرید، راجع به بقیه‌اش هم این توضیح صدق میکنیم. در بخش اول من دارم میگم دو سی لا، یعنی یه چنگ دارم، دو تا دولا چنگ. اون چنگه رو میخوام تبدیل به تریل بکنم. یعنی چی؟ یعنی میخوام تبدیلش بکنم به حداقل 4 سلا چنگ. این که میگم حداقل یعنی یا باید مثلا یه چنگ به طور طبیعی به 4 سلا چنگ تبدیل کنم یا به یک سیکستوله سلا چنگ که میشه 6 تا سلا چنگ. ولی حالا فعلا همون ساده ترش. من یه چنگ رو میخوام تبدیل بکنم به 4 تا سلا چنگ و چون نوت اصلی چنگ دو بوده، این 4 تا سلا چنگ تبدیل میشه به دوره دوره. یه سیلای دولا چنگ هم که داشتم. پس فیگور من بوده دو سیلا تبدیل میشه به دوره دوره سیلا. فیگور بعدی من بوده سی لا سول تبدیل میشه به سی دو لا سول. طبیعتاً این 4 سلا چنگی که دارم جایگزین اون چنگ میکنم مضربش راست چپ میشه. پس فیگورهای من بود دو سی لا اولی که میشه دوره دوره سی. دومی بود سی لا سول که میشه سی دو لا سول. سومی بود لا سول فا که میشه لا سی سول فا. تاش هم که یه دونه نوت سول بود در انتها. پس این میشه کلیتش. یه دور ساده شو میزنم: دو سی لا سول لا سول فا سول. حالا تریل دارها رو جاش میذارم: دوره دوره سی دو لا سول لا سی سول فا سول. وقتی یک همچین بافتی رو تونستم در بیارم، حالا ذره ذره روی سرعتش بدون مکس کار میکنم. یعنی اینکه اگه سرعت بدید ولی مکس کنید توی جابجایی ها، ما هنوز آمادگی سرعت رو نداشتیم. یعنی پس سرعت رو طوری لحاظ بکنید که مکس ایجاد نشه. یه بار دیگه بود: دوره دوره سی لا سی دو لا سول لا سی سول فا سول. یکم تندتر، یکم تندتر، تند، خیلی تند. این میشه تکنیک